السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. مرا یزنم کر است و بسیار آدم خوب و ساده‌خیل است. خواهرم با او 1 سال شد زندگی دارد. الحال میخواهد که از او جدا شود. سببش فقط از حساب کر بودن یزنم هست. آیا در این موضوع شما چی گفتنی دارید؟ یعنی البته جدا شدن این خواهر از این مردی که در این کسلی ناشنیدنی مبتلا هست، اگر با این خاطر از این بنده خدا جدا شود، در نزد خدا گناهکار می شود. هیچگاه پیغمبر خدا می گوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها به حساب می رود. اگر مبادای همین برادری که به ما خط نویسانده است، اگر خواهری تو کر باشد و این مرد شنوا باشد، اگر خواهری تو را طلاق کنه چی حال می شود؟ چه حالت می شود؟ از این خاطر شما وارثاش هستین، پدر و مادرش وارثاش هستند، گویند که کر این یک درد الله است و این قدرت دارد که خواهری تو را مثال کر کند، کور کند یا یگان بیماری دیگر را مبتلا کند. به این خاطر البته میگوید، بیمار میگوید که الحمدلله خوبم. من چی میگویم؟ من میگویم که خدا را شکر. دوم میپرسم غذا چی میخوری؟ چی طعام میخوری؟ البته میگوید که خیلی شربت میخورم. میگویم که نوش جانت شود. سوم سوالش میکنم که یگان طبیب یگان نسخه نویسان، این یگان معالجت کرد؟ البته این بیمار میگوید که مثال فلانی حکیم مرا طبابت کرد. من میگویم که پای قدمش به خانه تو مبارک باد. این جمله ها را این آدم کر میگوید تیار کرد و بعد خانه بیمار رفت. آدم بیمار همه وقت عصبانی میشود. بیمار چند سال خواب آمد و پرسید، همسایه گفت حالا چه خیل است؟ گفت حالم بسیار بد است، قریب است که میمرم. این کر نشنید، گفت خدا را شکر. گفت از غذا چی میخوری؟ دیگری بیمار چند سال چیزی نخوردگی، گفت خاک خوردم، گفت زهر خوردم، گفت نوش جانت شود. کر هم تا جواب گفتن نمیشنود اون بیچاره صدای وی. گفت از حکیم از دکترها کسی ترا آمده معالجه کرد، یگان داروی نویساد؟ گفت کی می آید خانه من؟ گفت بجز عزرائیل کسی نمیاد. گفت خیلی قدمش مبارک باد. نمین کرها چقدر ساده می شود. از این خاطر این یزنه کر یافتن هم این خودش یک دولت است. هیچی گپ